روز هفتم مارس در اسفره با برگزاری یک مراسم پرشکوه ودا خواجه‌گدار نامدار عبدالصمد شامیرسیدوف را به خاک سپردند. این شخصیت برومند و ارجمند زاده وارخ روز ششم مارس در سن 78 از عالم چشم پوشید. شهردار اسفره مرحوم را یکی از فرزندان برومند دیار، یکی از شخصیت‌های به همگان عزیز و ارجمند، خادم نمایان جمعیتی، خواجه‌گدار نامآور نام برده نوشت. مرگ بی امان شخصی را از بین ما برد که عمر گرانمایه و تمام هستی خود را به خدمت خلق و وطن و آبادانی و پیشرفت کشور بخشیده بودند. در مراسم ودا که در حوله مرحوم برگزار گردید، معاون رئیس ولایت سوخت دوران زاهدزاده، رئیس شهر اسفره بهاودین بهادرزاده، خادم نمایان دولتی گلافزا صفردین و رئیس شورای سابقه‌داران شهر صادرخان قاسمی و سرور لیسه رقم 3 عبدالرحمن شورامتوف برآمد کرده از خصلت‌های خمیده و فضیلت‌های نیک انسانی شادروان عبدالصمد شامیرسیدوف یادآور گشتند. روانشاد عبدالصمد شامیرسیدوف 14 ینور سال 1944 در جماعت دیوت وارخ به دنیا آمده. سال 1975 انستیتوت خواجگی قشلوق حاضره دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور را با اختصاص مهندس تکنولوژ ختم کرده است. فعالیت کاریش از سال 1960 به حیث خطکشان کلخوز پراودا آغاز گردیده. از سالهای 1967 1969 مدیر کارخانه روغنبراری شهر اسفره و سال 1993 تا 2000 رئیس کلخوز پراودا و سال 2000 عبدالصمد شامیرسیدوف از سال 1975 تا سال 1982 وکیل شورای شهری، از سال 1982 تا برای دستاوردهای شایان و سهم نظررسشان در رشد سوء